از زمان سر قدرت آمدن طالبان حیات ساکنان پایتخت افغانستان به قدر کافی دشوار شده است. شمار زیادی کارخانه‌ها بسته و بانک‌ها هم پول کافی در اختیار ندارند. خبرنگاری ریترز میگوید روز یکشنبه در بازار کهنه فروشی کابل مردم مال و اشیاء خانه‌هایشان را به فروش برآورده بودند. بعداً ما اینجا مال آوردیم به خاطر فروش، چون خانه کاروبار نیست، مال ما سودا میکنم به خاطر که نیست کاروبار نیست دیگه، به خاطر کاروبار مال ما سودا کردیم تبایش ما چی رو بخوریم دیگه. طالبان تا هنوز صادرات و واردات اشیاء خام را برقرار نکردند و از این رو نرخ تقریبا تمام مال و کالا بالا رفته است. از که مردم اجناس خود مفروشد، چمن حضوری کابل است دیگه. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود به سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تحولاتی که در چند روز پیش آمد، همین باعث شد که قدر بیروبار ازدحام مردم است. کمبود مبلغ و بسته بودن کارخانه‌ها حیات ساکنان شهرها را طاقت فرسا کرده است. آنها میگویند در دهات مردم میتواند مدتی از ذخیره مواد غذایی و یا حاصل کشتزارهایشان روز گذرانند. در شهر چنین امکان وجود ندارد. قبلا در دولت کار میکردیم، چون حال دیگه سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه می کاروبار کنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستن بسیاریش مال خود سودا میکنن که خارج برن و بسیاری ازیا که پول ندارن. روز 13 سپتامبر در ژنو سازمان ملل متحد با هدف جمع کم 600 میلیون دلار کمک به افغانستان کنفرانس بین المللی دایر نمود. این مؤسسه جهانی خاطر نشان کرده است که 10 میلیارد دلار افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شدند تا به دست طالبان نرسند. به قول سازمان ملل متحد ادامه چنین حال بیکاری و بیپولی میتواند میلیون ها ساکن افغانستان را به مهاجرت از وطنشان وادار کنند.